که حاضرید و هم برای دوستانی که از طریق فضای مجازی مطلب رو دریافت میکنند. و آن این است که بر اساس روایات ما دانش بر دو قسم است، علوم بر دو قسمه. یک نوع علم داریم، علم الدرایه بهش میگن. یک علم داریم، علم الوراثه. علم الدرایه و علم الوراثه. علم درایه اون علمی گفته می شود که از طریق تحصیل و زحمت و پژوهش به دست میاد. یا میگن علم درایه. بله، علم درایه که این علم اکتسابیه، یعنی به هر اندازه که زحمت بکشی دانش اون فن و معلومات اون فن نصیبت میشه. اما یه علم دیگر داریم که علم الوراثه هست، علمی که از طریق ارتباط و نسبت داشتن به خدای تبارک و تعالی و در رتبه بعد با ارتباط داشتن به حضرت رسول و ائمه معصومین علیهم السلام به دست میاد. علم الوراثه. ببینید در زیارت وارث نسبت به حضرت سید الشهدا خطاب میکنیم: السلام علیک یا وارث آدم صفوة الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. این از طریق برقراری یک نوع سنخیت به انسان داده میشه. این از کانال تهذیب نفس و نورانیت قلب به دست میاد. علم الوراثه که عرض کردیم، هرچه انسان نورانیت بیشتر پیدا بکند اون علم الوراثه هم بیشتر میشه. لذا این آیه شریفه که میگه اتقوا الله و یعلمکم الله. اتقوا الله یعنی نورانیت به دست بیارید. اگر این نورانیت به دست بیاد، از اون طرف علم اعطایی هم به انسان داده می شود و یعلمکم الله. و مهمم این علم الوراثه هست. وقتی میگیم العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون علمی است که بر آدم نورانیت میاره، علم الوراثه هست که اعطاییه. این دیگه تحصیلی و اکتسابی نیست. یعنی هرچه نورانیت بیشتر باشد اعطا هم بیشتر است. اما یک تفاوت عمده بین این دو تا علم هست عزیزان. در علم الدرایه همه نوع آدم میتوانند درش شاگردی کنند، چه آدم با تقوا چه آدم بی تقوا. بله، آیا یک آدم فاسق میتواند مجتهد بشود یا نمیتواند؟ بله، میتونید. این همه دانشمندانی که در طول تاریخ داشتیم و داریم که مذمت شدن، آنها آدمای بی سواد نبودن. هم آدمای با تقوا میتوانند علم الدرایه تحصیل کنند،
هم آدمای بی تقوا، یعنی اندازه زحمتی که میکشن بله میتوانین علوم رو به دست بیارن. اما علم الوراثه فقط مختص کسانی است که اهل تقوا باشند. این به همه کس داده نمی شود. وراثه یعنی از راه ارث انسان به دست میاره، سنخیت به دست میاره و هرچه سنخیت عمیق‌تر و بیشتر باشد اون علم بیشتر به آدم اعطا میشه. اما هرچی این سنخیت کمتر باشد اون علم محدودتره. ببینید از افراد عادی ما داشتیم در قم زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یک ملا کاظم نامیه که الان قبرش تو قبرستان 9 زیارتگاه است. خب ایشون یک کشاورز بود، اما یک کشاورز با تقوا بود، حلال و حرام رو رعایت میکرد. یکی از کار کشاورزی خسته شده بود، از زمین کشاورزیش یک امامزادی هم تو منطقه تون داشت رفت، میگه به یک بار در یک صحنه این علم بهش اعطا شده حافظ کل قرآن. واقعا بی‌سواد بود. حتی ایشون رو آوردن قم میخواستن امتحان کنن، وقتی یک کتاب که متنش عربی بود منتها در برخی از سطرهاش آیات قرآن داشت، ایشون انگشت میگذاشت میگفت این قرآن است و میخوند، اما بقیه متنها رو اصلا سواد خوندن نداشت. و آقای بروجردی رحمت الله ازش امتحان گرفت و تاییدم کرد. بهش گفتن که چطور شما قرآن رو میخونید اما غیر قرآن نمیتونید؟ گفت من نگاه به یک متن میکنم آیات قرآن نور برام، اما اون بخشهایی که کلام الهی نیست تاریکه، من چیزی برداشت نمی کنم. خب این مرحوم از چه راهی به دست آورد؟ همون علم وراثه، منتها در شعاع محدود خودش. اما دیگرانی که میخوان عمیق‌تر بشن و انشاءالله اون العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء نصیبشون بشه، باید این مراتب وراثتشون بیشتر و عمیق‌تر بشه. شما حساب کنید وراث هم تو فقه ما میگیم طبقات دارن، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. خب طبقه اول ارثش از دیگران بیشتره، چون شدت نسبتش با متوفا چیه؟ بیشتره. این مسئله علم الوراثه همینه، یعنی هرچه رابطه ما به الله تبارک و تعالی به حضرات انبیا علیهم السلام بیشتر و عمیق باشه و ارث بردنش چیه؟ بیشتره. وجود سید الشهدا سلام الله علیه، السلام علیک یا وارث آدم، یعنی اینقدر این وجود مقدس بزرگه که علوم همه انبیا رو دارد. دقت فرمودید؟ منتها ماها در شعاع پایین تر. هر اندازه انسان در مسیر تقوا و تهذیب و نورانیت دل گام بردارد، موفقیتش در این امور بیشتره. لذا شما میبینید یک مرتبه شیخ مرتضی انصاری پیدا میشود که یک انقلابی در فقه و اصول به وجود میاره، چیزهایی میگه قبل از او گفته نشد.
اینا همه به برکت علم خدمت ارز کنیم که حصولی، علم اکتسابی نیست، زحمت‌های عادی نیست، بعضی چیزها اعطاییه. پریشب داشتم زندگی نامه ای که از بزرگواران میخوندم، وقتی ایشون درس میداد سرش با این فقط بود در کتاب. افرادم که اشکال میکردن نگاه نمیکرد که مستشکل کیه. بعد بهش گفتم استاد چرا؟ گفت من نمیخواهم متوجه بشم تعداد شاگردام کم میشن یا زیاد میشن، که با زیاد شدن شاگرد خوشحال بشم، با کم شدن ناراحت بشم. نه، من یه وظیفه دارم، باید تدریس داشته باشم. یعنی بعضی میخوام بگم اونقدر رعایت مسائل تقوا رو میکردن، اگه اینها باشه اتقوا الله و یعلمکم الله هم محقق میشه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. این علم خدا تو هر قلبی قرار نمیده، فی قلب من یشاء، اون قلبی که خدا انتخاب بکنه این علم در اون قلب قرار بده. این من یشاء کیه؟ بله آیات دیگر روایت مشخص کرده. یک آیه همین و من یتق الله، بله کسی که تقوای الهی رعایت بکنه یک مصداق از مصداق من یشاء میشه. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال همه ما را در هر دو مسیر علم، چه علم الدرایه و چه علم الوراثه، موفق و مؤید بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب بحثمون در قسم اول عرض میکنم، چون این علمها اکتسابی نیست، اعطاییه. یعنی هرچه سنخیت و ارتباط ما بیشتر باشد اعطا هم بیشتره. مثل بچه‌ای که هیچ زحمت نمیکشه اما تمام اموال خدمتتون از که مبرس رو به اسم میبره. از چه باب؟ از باب نسبته، دقیقا این برقراری ارتباطه. هرچی این ارتباط بیشتر باشه اون اعطا هم بیشتر میشه. خب بحث ما در قسم اول از اقسام مجتهد مطلق بود، کسی که ملکه استنباط دارد ولی هیچ حکمی از احکام رو استنباط نکرده. گفتیم چند تا سوال مطرح میشه. اولین سوال ما این بود که آیا تقلید در چنین مجتهدی جایز است یا تقلید جایز نیست؟ عرض کردیم دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این که تقلید حرامه، باید بره اجتهاد بکنه، استنباط بکنه، حکم شرعی رو به دست بیاره. یه دیدگاه بر این بودی که نه، بر این مجتهد بالقوه استنباط حکم لازم نیست، یجوز له تقلید، یجوز له تقلید. قلتیم که در این جلسه ادله قائلین به جواز رو بررسی کنیم. پیش از این که ادله شو بگم یک مقدمه عرض میکنم. مکلفین نسبت به احکام 4 صورت پیدا می کند. 1. کسی که قدرت بر تحصیل علم را ندارد، یعنی عوام محض است. 2. کسی که قدرت بر تحصیل دارد اما دنبال
تحصیل علم جهت کسب قدرت استنباط نمی رود. بله؟ آدم به استعدادی میگه اگر من برم میتونم مجتهد بشم و ملکه استنباط رو به دست بیارم، اما حالشون نداره، نمیره دنبالش. 3. کسی که تحصیل کرده ملکه استنباط هم پیدا کرد اما بالفعل استنباط نمی کند. میگه ملکه استنباط دارن ولی حال و حوصله‌ای که این ملکه بالقوه را به فعلیت برسانن ندارن. 4. کسی که تحصیل ملکه استنباط کرده و بالفعل هم احکام رو استنباط نموده است. دو صورت اول قدر متیقن شمول ادله جواز تقلیده. بله؟ کسی که اصلا توان تحصیل علم رو نداره یا داره ولی دنبال تحصیل علم نرفته، این فل العوام ان یقلدوا این دوتا رو شامل میشه. میگه قطعا تقلید برای این دو گروه چیه؟ جایزه. صورت سوم قدر متیقن از کسانی است که تقلید بر او حرام است و باید طبق فتوای خود عمل بکند. شد صورت سوم، یعنی تحصیل علم کرده، ملکه استنباط به دست آورده، ملکه استنباط هم چه کرده؟ فعلی کرده. یعنی چی گفتیم؟ خب این چهارم. پس صورت اصلاح میکنیم. صورت چهارم قدر متیقن است کسانی است که تقلید بر اونها حرام است. خود رفته تحصیل ملکه اجتهاد کرده، حکم شرعی رو هم استنباط کرده و واجب است که طبق استنباط خودش عمل کنه. پس دو صورت داریم که قطعا تقلید هیچ اشکالی ندارد. یک صورت داشتیم که قطعا تقلید بر او چیه؟ حرام است. انما الکلام در صورت سومه. انما الکلام در صورت سومه، یعنی کسی که ملکه اجتهاد را دارد بالقوه ولی حکمی از احکام شرعی را استنباط نکرده است. هل یجوز له التقلید مثل دو صورت اول، او یحرم علیه التقلید مثل صورت چهارم. علتی که امروز این بحث رو گفتم چیه؟ ما صورتهای متیقن رو از محل بحث خارج کنیم. پس دو صورت اول قدر متیقنه، یعنی هیچ نزاعی درش نیست که تقلید قطعا جایزه. صورت چهارم قدر متیقن است که تقلید حرامه، باید به فتوای خودش عمل بکنه. انما الکلام انما النزاع کل الکلام در این صورت سوم ملکه استنباط دارد ولی استنباط نکرده. هل یجوز له التقلید مثل صورت اول و دوم، او لا یجوز له التقلید مثل صورت چهارم. عده‌ای از بزرگان ما معتقدند که این صورت سوم هم مثل دو صورت اوله، یعنی تقلید بر او اشکالی نداره. میگه آقا ملکه استنباط دارن ولی نمیخوام استنباط بکنم. بله؟
فلان آقا رو عنوانی که رساله عملیه داره عنوان مرجع تقلید من طبق فتوای او عمل میکنم. به چه دلیل؟ چند دلیل این آقایان اقامه کردن. دلیل اول استصحابه. میفرمایند کسی که ملکه اجتهاد دارد ولی هنوز استنباط نکرد، قبل از آن که این ملکه را داشته باشد قطعاً تقلید کردن برای او جایز بود. بله؟ این میشه متیقن سابق. این آقا پیش از این که ملکه اجتهاد بگیرد تقلید براش جایز بود یا نبود؟ جایز بود، بلکه واجبم بود. پس این میشه متیقن سابق. قبل حصول الملکه الاجتهاد تقلید برای این آقا چه بود؟ جایز بود. حالا اسمشو میذاریم زید. زید قبل از این که مجتهد مطلق بشه، مجتهد مطلق بالقوه، قطعا تقلید براش جایز بود. حال بعد از حصول ملکه اجتهاد، بله، شک داریم که اون جواز تقلید باقی هست یا باقی نیست. این میشه شک لاحق. حالا زید در حوزه علمیه شب و روز بحث کرد، درس خوند، الحمدلله قوه استنباط احکام شرعی رو به دست آورد. وقتی باهاش صحبت بکنی مسائل ماشاءالله تو مشتش هست، بعد می خب استنباط بکن، دیگه حال نداره. درست شد؟ حالا شک داریم این آقای زیدی که ملکه اجتهاد داشت هنوز اون جواز تقلید باقیه یا جواز تقلید باقی نیست. این میشه مشکوک سابق لاحق. نتیجه استصحاب میکنیم جواز تقلید رو. ارکان استصحاب موجود دیگه، متیقن سابق شک لاحق. استصحاب میکنیم بقای حکم. بقای حکم چیه؟ جواز تقلیده. این خلاصه دلیل اول. هنوز در صدد نقد بر نیامدیم. ما فعلا میخوایم ادله قائلین به جواز تقلید رو طرح بکنیم که اینها بی دلیل حرف نزدن. تو شد؟ بی دلیل حرف نزدن. دلیل دوم، تمسک به اطلاقات و عمومات ادله لفظیه جواز تقلید است. خب مثل چی؟ مثل آیه 6 سوره انبیا، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صاحب مناهل در کتاب المناهل خودش صفحه 699 به این دلیل استناد کرده است. خلاصش این است که مجتهد صاحب ملکه که هنوز استنباط نکرده است
یصدق علیه الجاهل بالحکم. این صغرا. آقا اون دو صورت، کسی عوام محضه یا اون کسی که توان داشت اگه تحصیل کنه ملکه به دست بیاره، چرا تقلید بر اون جایزه؟ چون عنوان جاهل بر اون صادقه. جاهل به کی؟ جاهل به حکم. ست میکنه نمیکنه؟ خب کسی هم که ملکه دارد ولی هنوز حکمی را استنباط نکرده، آیا این هم جاهل است یا نیست؟ نمیدونید دیگه. بله، پس این میشه صغرا. درست شد؟ پس مجتهد ذو ملکه‌ای که لم یستنبط حکما من الاحکام یصدق انه الجاهل. این صغرا. کبرا. کبرا رو کی میگه؟ آیه فاسألوا اهل الذکر. کبرای قضیه آن است که هر کس که جاهل به حکم باشد رجوعش به عالم حکم جایز است. به حکم آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر. فاسألوا یعنی کی؟ یعنی فاسألوا ایها الجهلا. اون کسانی که علم به حکم شرعی ندارید. کی علم حکم شرعی ندارد؟ کسی که اصلا زمینه تحصیل براش فراهم نیست، صورت اول، یا کسی که زمینه تحصیل علم هست ولی دنبال علم نرفته، یا کسی که رفت ملکه را به دست آورد، چند سال درس خونده اما هنوز استنباط حکم شرعی نکرده. همه اینا یصدق هؤلاء الجهلا. بشد وقتی شدن مصداق جاهل، آیه میفهمد فاسألوا اهل الذکر. بشد اینم کبرا. نتیجه این است که مجتهد غیر مستنبط بالفعل طبق آیه سؤال تقلید بر او چیه؟ جایز است. بشه شد؟ پس دلیل دوم چیه؟ اطلاق. و همچنین اون حدیث شریف من کان من الفقهاء صائنا لنفسه فلان فلان، آخرش میگه فللعوام ان یقلدوه. در آیه از کلمه جهالت استفاده کردیم، یعنی ایها الجهلا، اما اونجا از کلمه عوام استفاده میکنیم. عوام به کی میگن؟ یعنی کسی که اطلاع به حکم ندارد. این ویژگی هایی که گفتیم من کان من الفقهاء صائنا لنفسه چی این ویژگی رو ندارد، این میشه عوام. شد؟ حالا میگیم مجتهد غیر مستنبط عوام است، صغرا. طبق این حدیث نورانی بر هر عوامی تقلید جایز است، بر این مجتهد غیر مستنبط هم تقلید جایز است. شد؟ پس دلیل دوم تمسک به اطلاق ادله تقلید. یه ادله‌ای که تقلید رو جایز میدونن شامل مجتهد غیر مستنبط بالفعل هم میشود. کی گفت این حرف رو؟ مرحوم صاحب مناخل رضوان الله تعالی علیه. این هم دلیل چندم؟ دلیل دوم. بازم الان اشکال نکنید اگه چیزی به ذهنتون میرسه. به قول حضرت استاد آیت الله سبحانی میفرماد که النقال کالبقال. النقال کالبقال. الان ما رو بقال فرض کنید. کار بقال چیه؟
هیچ یک از این کالاهایی که تو مغازه داره از خودش نیست. بله، این فقط نقاله، میره از این کارخانه از اون کارخانه از اون کارخانه وسایل رو فقط نقل میده از کارخانه به مغازه خودش هیچ گونه تخصصی در این کالاها نداره. آدمی که در کرسی تدریس میشینه یا مؤلفی که چیزی مینویسه از خودش چیزی نداره، فقط از اینجا از اینجا جاهای پراکنده میاد اینا رو جمع میکنه. دقت کردی؟ این مصنف نیست، این مؤلفه. دقت کردی؟ مؤلف کارش فقط جمع آوریه، اما مصنف نوآوری داره. دقت کردی؟ مصنف چی داره؟ نوآوری داره، نظر داره. الان فعلا ما النقال کل بقالیم، فعلا داریم نقل قول میکنیم. کسانی که قائل به جواز تقلید مجتهد غیر مستنبط هستن، یه دلیلشون استصحابه، یه دلیلشون اطلاق ادله لفظیه جواز تقلید. دلیل سوم تمسک به سیره عقلاست که شیخنا الاستاذ آیت الله سبحانی حفظه الله در کتاب الرسائل جلد 3 صفحه 17 همچنین مرحوم آیت الله شیخ محمد مؤمن قومی در کتاب تسدید الاصول ته 2 نقطه 3 دندانه با صاد نه تسدید الاصول جلد 2 صفحه 549 و دیگران. یا دلیل بر جواز تقلید چیه؟ سیره عقلاست. خلاصه این دلیل سوم این است که این عبارت آیت الله سبحانی رو بنویسید: ان الدلیل الوحید على جواز الرجوع الى اصحاب التخصص هو السیره ای السیره العقلاء. و اما ما ورد فی الشرع از ایشان شرع کدومه؟ آیات فاسألوا اهل ذکر یا روایتی که خوندیم، یعنی ادله نقلیه لفظی نقلی. و اما و ما ورد فی الشرع اما مؤکد لها او مبین للمصداق و لیس مؤسسا للحکم. آقا این فاسألوا اهل ذکر ارشادیه. و اما الحوادث الواقع فلان میگه فل العوام ان یقلدو، اینا ارشاد به حکم به سیره عقلاست. دقت کردین؟ پس به تعبیریشون الدلیل الوحید سیره عقلاست. باز اینجا سوال میکنه چطور از سیره عقلا شما استفاده میکنید که محل بحث ما یعنی مجتهد مطلق غیر مستنبط اون میتونه تقلید بکنه؟ این صرفا ادعا بود. دقت کردید؟
اما تدوینشه یادداشت کنید. والذی یجب الترکیز علیه هو شمول السیره لامثال المقام. خصوصا اذا کان المرجع اعلم و افقه من الراجع. عنایت کنید، مهم در این که سیره عقلا چی میگه؟ سیره عقلا میگه غیر متخصص یا جاهل باید به متخصص و عالم چیکار کنه؟ رجوع کنه. میگه نگاه کن تو سیره عقلا یا شد؟ هست یا نیست؟ غیر متخصص به کی رجوع میکنه؟ به متخصص. میگه این آقای مجتهد بالقوه فقط بالقوه مجتهد است اما بالفعل مجتهد نیست. بالقوه متخصص است بالفعل متخصص نیست. پس متخصص بالفعل کیه؟ اونی که استنباط کرده. رو شد؟ میگه در عرف عقلا نگاه کنید، کسی که متخصص نیست به متخصص رجوع میکنه. بعد یه خصوصا میاره، خصوصا اگر اون متخصص افقه و چی باشه و علم باشه. یه وقتی این که مستنبط بالفعل شیخ انصاریه رضوان الله تعالی علیه. بله؟ حالا یه نفری مثل زید پیدا شد، زحمت کشیده، فقط توان استنباط رو، ملکه استنباط رو داره اما هنوز وارد میدان و گوت نشده که اون توانمندی خودش رو از قوه به فعلیت برساند. میفرماد ما وقتی به عرف عقلا مراجعه بکنیم رو شد، میگه غیر متخصص به کی مراجعه میکنه؟ به متخصص. یادداشت بفرمایید. بعد میفرماد و شاهد علی و شاهد علی. به شاهد میاره، میگه تو عرف افرادی را پیدا میکنیم که با اینکه تخصص دارن بالقوه به متخصص بالفعل رجوع میکنن. مثل طبیب، مثل طبیب. کسی چند سال درس خونده، بله، در یک رشته هم متخصص شده، بعد حالا میخواد خودش رو بفرمایید درمان بکنه. خب میتونه خودش ابزار آزمایش رو بگیره، خودش آزمایش بکنه، بعد ببینه درصد فلان بیماری دارد چقدره، آیا به حد نرمال است یا حد نرمال بیشتره. بشد؟ اما میبینیم میره رفیقش که مطب باز کرده میگه آقا یک آزمایش از من، آیا مردم مسخرش میکنن؟ بله؟ به مراجعه میکنند. یکی شغل خیاطی داره بشد، اما چرخ خیاطی و دکان خیاطی نداره که بیاد خودش لباس خودشو بدوزه. میره خیاط دیگری که خیاطی باز کرده، آقا این خدمت از کنم شلوار برای من بدوز. میکنن یا نمیکنن؟ شخص رانندگی بلده، گواهی رانندگی هم گرفته اما خودش پشت فرمان نمی‌نشینه، میره کسی که ماشین داره از ماشین ایشون استفاده میکنن. کسی توبیخش میکنه؟ نه. درست شد؟ خب اینجا هم طرف ملکه اجتهاد رو داره اما اینو به فعلیت نمیرسونه.
احکام شرعی میخواد عمل بکنه، میگه فلان رفیقم که خدمت رساله داره، من میرم طبق رساله ایشون عمل. به ویژه گفت به ویژه اگر اون مجتهد چی باشه؟ مرجع افقه و اعلم باشد از راجع. پس این خلاصه سیره عقلایی که ایشون استدلال میکند. بعد میفرمایند بعد بله بفرمایید. استاد این قسم سومی که فرمودی نسبت به دو دلیل جواز و عدم جواز شبهه مصداقی پیدا میکنه، درسته؟ بله بله. باش وقتی که شبهه مصداقی پیدا کنه دیگه هیچ هر دو طرف نمیشه اثبات کرد. الان آقای سبحانی دیگه شما فرمودید ایشون گفتن فقط همون بنای چیز و بنای عقلا رو به ایشون قبول دارن. از استدلالی که قبلا دلیل آورده بودن اونها از استدلال چی جواب میدن؟ خب ما که الان چی گفتیم که ان نقالو کل بقال واقعا اینکه نمیشه استاد دو درس خارج باید قول نقل بشه بعد رد بشه استاد نظر بده. این مجلس زنانه که نیست که فقط نقل بکنه استاد. ما بعضی افراد مثل زنان فرض میکنیم دیگه حرفا میزنیم. گوش بده من نگفتم که من گفت گوش بده عزیز من نگفتم اینا رو نقل نمیکنیم، گفت فعلا داریم چه میکنیم؟ نقل میکنیم. بعد برمیگردیم میگه و اما دلیل اول و ثانی و ثالث. دقت کردید؟ من خیلی بحثا گذشت استاد نظر نداد و دلیل هم نقدم نکرد، بخاطر همین میگم استاد. مثلا شما یک موردی بیارید که ما خدمت تست نقد نکرده باشیم. استاد شما فرمودید یک مورد گفتی که شما نظر دادید همون رو بگید استاد ما گوش ما همه مسائلی که گفتیم نظر دادیم. در تعریف اجتهاد چندین قول آوردیم، گفتیم نظر ما من له الملکه الاجتهاده. خب یه اشکال داره که ملکه یک امور بسیطه هست نمیشه. حالا اشکال ببین شیخونا شما جواب ندادید دیگه از خودم این اشکال من نظر خودم رو گفتم و برای نظر خودم استدلال کردم. دقت فرمودید او امور بسیطه هم به شما جواب دادیم که این زوبراته و مشککه هست. یا مجتهد هست یا مجتهد نیست. نه از کردم اجتهاد اونجا گفتیم ملکه امر بسیط شدت ضعف داره، گفتیم مثل نور شمع هم نور خورشید هم چیه؟ نوره. نمیشه به نور شمع بگی نور. اونجا هم مثال زده این ملکه اجتهاد هم بله ملکه اجتهاد یعنی چی؟ یعنی توان استنباط حکم شرعی، اما گاهی وقت توان داره همه احکام شرعی رو استنباط کنه میشه مجتهد مطلق، گاهی وقت توان داره برخی از احکام رو استنباط بکنه این میشه مجتهد متجزی. آیا مجتهد متجزی نمیتونیم بگیم ایشون ملکه دارد؟ اونجا ما جواب دادیم در هر کجایی که ما تا الان 3-4 تا مقام وارد شدیم، هر کجایی که انتخاب کردیم بر اون قول منتخب خودمون دلیل هم آوردیم. دقت کردیم؟ الان اینجا هم که نگفتیم منم قائل به جواز هستم که. شما مایل به استاد بودید دیگه استاد سبحانی. من مایل بودم یا داشتم حرف استاد رو فقط نقل میکردم. دقت کردید؟ حضرت آقای سبحانی شاگرد مرحوم امام بوده، تهذیب الاصول امام هم ایشون میشه. امام میفرماد تقلید جایز نیست، اما آقای سبحانی میفرماد تقلید جایز هست. دلیل نیست که اگر کسی شاگرد کسی بود حرف استاد رو نقل میکنه پس نظر شاگرد هم همون نظر استاد باشه. ما فقط داریم فعلا ادله را نقل میکنیم، جلسه بعد میریم ببینیم که آیا این ادله‌ای که این آقایون اقامه کردن درست هست یا درست نیست. انشاءالله. پس دیگه الان اشکال شما وارد نبوده. نه وقتی که نقل قول زیاد میشه دیگه بحثا بندیده میشه. خیلی خوب. رد بکنیم مثلا اینجوری یک ترتیبی منظم. الان این ترتیب بندی که بنده کردن آقا ادله قائل بله تقسیم عالی بود ولی استاد شما در این موقع دلیل کو بعد رد بکنه و چیز بکنه دیگه استاد این خیلی یعنی عالی میشه. بله حالا اگه همین روشی که ما داریم میریم یک مقدار در صبر کنید زبوره حلوا میسازید. دقت فرمودید اگر ما انشاءالله یه مقدار 300 داشته باشیم تحمل داشته باشیم ما گفتیم این انشاءالله اگر کباب نسازی استاد. بله یه بنده خدایی هست ما تو مشهد بودیم که اگه 100 تا دلیل براش بیایی متقامش کنی آخرش می قبول کردی با یه ناچ میگه ناچ با ناچ تمام 100 دلیل شما رو
حالا ما به هر چی به شیخنا رو میگیم آقا صبر کن انشاءالله با صبر کنی اون قوره ترش رو شما میتونی حلوا درست کنی. ولی ایشون میگه خب نه آقا حلوا درست نمیشه، کباب درست میشه. خب این دلیل سوم، این شاهد هم آوردیم. بعد ایشون میفرماید چرا قول مجتهد حجت است؟ میفرماید چون قول مجتهد طریق برای حکم شرعی است. منتها مجتهد غیر مستنبط دو طریق برای حکم شرعی دارد. اینا رو خوب گوش بدیم. مجتهد بالقوه دو طریق برای حکم شرعی دارد. یک طریق بعید، سخت، دشوار، با آن عبارت است که خودش وارد میدان شود، از طهارت تا دیاد احکام شرعی را به دست آورد. شد یک راه طولانیه، یه راه پرزحمته، یه راه پرمشقته. این ما ازش تعبیر کردیم به طریق بعید. حالا شما تعبیر بعید رو بگید سخت، دشوار، با زحمت. شد یه طریقم طریق غریب داریم، غلیظ المعونه است، راحته، و آن عبارت است استفاده کردن از فتوای مجتهد بالفعل. شد؟ هست یا نیست؟ دو طریق وجود داره. اما این که طریق دوم جایز نیست، یعنی چی جایز نیست؟ یعنی تقلید مجتهد بالقوه از مجتهد بالفعل جایز نیست. به چه دلیل؟ ما دلیلی بر انحصار طریق بفرمایید نداریم. بله؟ کی گفته فقط باید بره خودش استنباط بکنه و حکمی که خودش استنباط کرده رو عمل بکنه؟ هیچ دلیلی بر انحصار طریق نداریم، بلکه دلیل عکسشه. یعنی سیره عقلا، بله، سیره عقلا میگه آقا شخصی که متخصص است بالقوه هم میتونه از تخصص خودش استفاده بکند، هم میتونه از تخصص کدام دلیل میاد میگه آقا این دومی رجوع متخصص به متخصص جایز نیست؟ داریم دلیل؟ ایشون میگه دلیل بر انحصار نداریم. اینم دلیل سوم برای این که تقلید مجتهد بالقوه از مجتهد بالفعل یجوز. دلیل چهارم دلیلی است که اگه عاشق به ما اشکال نکنه، شیخنا الاستاذ مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه در کتاب دروس فی علم الاصول جلد 5، حالا صفحه‌شو من الان اینجا یادداشت نکردم، جلسه آینده براتون میارم، یه صفحه رو بنویسید اما شماره‌شو میگیم. ایشان دلیل چهارم را تمسک به سیره متشرعه میداند. تمسک به سیره متشرعه، توضیحش انشاءالله برای جلسه آینده. پس چهار دلیل رو آقایان میگن تقلید مجتهد بالقوه از مجتهد بالفعل لا اشکال فی. دلیل اول استصحاب،
دلیل دوم اطلاق ادله جواز تقلید، دلیل سوم سیره عقلا، دلیل چهارم سیره متشرعه. انشاءالله جلسه آینده اگر خدا بخواد فردا به خاطر یک جلسه اورژانسی که برای ما غیر مترقبه پیش اومد نیستیم. هفته آینده ما یک مهمانی داریم ویژه که دارن میان و ما باید در خدمتشون باشیم.